3 نفر بود. رفتو تو دریا امریکایی تو دریا که کشتی بودم این دفعه لنگ گفت شما را 3 تا شما رو میخورم. یه دفعه گفت فهمیدی افغانی گفت ما شرط داری. گفت چه شرطی داری؟ گفت ما یک چیزی میندازی تو دریا که پیدا کردی حق داری ما رو بخوری. خب لنگ قبول که گفت باش. یکی ایرانی بود، یکی افغانی بود، یکی امریکایی بود. امریکایی که دکمه خو از پینر خو کند و پیداش نکرد، خو ای خو نخورد. افغانی سوزن انداخت، خو ایرم نخورد. بعدش نوبت ایرانی که شد، ایرانی فهمیدی چیز انداخت، فهمیدی گوز که زد فهمیدی لنگ هرچی که دنبالش گشت تا پیداش نکرد. بعدش گفت من پیداش نکردم تو رو باید حتما بخورم. گفت تو کجایی؟ گفت من ایرانیه. یه دفعه گفت همینه. گفت همین تو بوی اون تا قلم سبزی میدادی، ما بخاطر همین نمیخورم.